شخصی وارد روستایی شد و در سرمای زمستان به دنبال منزلی میگشت، ولی مردم آن روستا به غریبه اجازه ورود به خانه‌هایشان را نمیدادند. مرد غریبه در حال جستجو برای مکانی بود که چشمش به خانه‌ای افتاد که مردم در آن خیلی رفت آمد میکردند. از یکی پرسید اینجا چه خبره؟ مرد گفت زنی درد زایمان داره و 3 روز پیش تاب میخوره و تقلا میکنه ولی نمیزد. ما به دنبال دعانویس میگردیم و از وقت بعد دعانویس هم نمیتونیم گیر بیاریم. مرد تو این حرف رو شنید گفت بابا دعانویسو که خدا براتون رسونده، من بلدم 1000 جور دعا میخونم. فوراً مکانی گرم برای مرد مسافر بخراش آماده میکنند، سپس قلم و کاغذ به او میدهند تا دعا را بنویسد. مرد روی کاغذ چیزهایی نوشته و به آنها گفت این کاغذ رو داخل آب انداخته و آب اونو بدید که زن حامله بخوره. زن پس از خوردن آب دعا بچهش صحیح و سالم به دنیا آمد. بعد از چند روز هوا گرم شد و مرد رفت. بعد از رفتنش یکی از اهالی روستا کاغذ دعا را باز کرد تا بخونه. نوشته شده بود خودم به جا، خرم به جا، میخوای بزا، میخوای نزا.